سرتاسر ایران برای ضعفا مسکن میسازیم. من 65 سالمه، 2 سال جبهه بودم، مجروح جنگیم، جایی ندارم بخوابم. ما عمل میکنیم، زندگی بکنم. حرف نمیزنیم. خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. شب گذشته بحث گرانی نان مطرح شده، امروز که بحث آب، بحث قطعی برق را خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت، فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ما آدمی، شما شرف دارین.